مهمانی ما آمدیم مهمانی بر گوچه‌ی سردریا آشی پلاو بیا بر گوچه‌ی سردریا آشی پلاو بیا قهوه خانه زیتون با خرسندی افزون قهوه خانه زیتون با خرسندی افزون با هم چرت گپ زنیم آشی یک به یک خوریم با هم چرت گپ زنیم آشی یک به یک خوریم با هم چرت گپ زنیم آشی یک به یک خوریم السلام علیکم هواداران و مخلصان هجو خنده سیمای ازیا و آژانسی تنتنه تقدیم می‌نماید پس از تنفسی نه چندان کلان عزیزان دل دیده ما اکنون در تلویزیون و شما در روی برای ما ایستاده ما رو تماشا دارید البته در کوچه و کنده البته مردمی زیادی از ما پرسان بودند که برنامه گپ کجا شد و شمایان کجا شدید عزیزان انا ما پیدا کردیم برنامه گپ از نو احیا گردی شده است ما تصمیم گرفتیم با البته دستگیری سیمای ازیا و سروری سیمای ازیا اعظم خان اکبرов همین برنامه از نو احیا شده است این نوبت من میخواستم عزیزان به شما در بابت همین برنامه گفته گذاشته باشیم پیش از همه میخواستم درباره همکاران برنامه بگویم قهوه‌خانه زیتون راست البته یک واقع در کوچه سردریا بینای رقمی 40 زیاده از 30 نمود طعام‌های بالذت مکان خودتان دست دادید بر هوا و زیبا من توصیه میدم که با همراهی عائلتان آمده نغزک دم گیرید عزیزان همکار دیگری برنامه ما استودیو نواربرداری عزیزان ویدیو تمام چاره‌بینی‌های خرسنده شما را با صفت اعلا خاطرمان می‌سازند عزیزان یک قرصنگ می‌زنیم برای همکاران بارکالله تشکر زیاد تماشاگران گرامی اینک امروزه اشتراکداران برنامه گپ خوب مبارز جان محمدی کارمند شرکت ازیا یک قرصنگ می‌زنیم چون هر وقت علاویدین پیریکور سعدالله اکا محکمی بحریدین عبدالخلیل جان دوست عزیزی ما بهادر جان جمجر گفتم اونم که این کس لауреتی آزمونی حجم‌نگاران جوان سال 2022 از لایحه استنداپ مظفر جان و دلیر جان مهمانی ما هستند همین مردی تقرطخور کرده صدقی هلال الدین و دوست عزیزی ما فاضل جان سلامت باشید تشکر زیاد قرصک بسیار شدگیش نمیه دوستان همین سالی رفته ایستاده سالی رفت کو سالی پلنگ بود از روی سالشماری ده سالی آمده ایستاده سالی از روی سالشماری سالی خرگوش بود است بنابراین همین میخواستم که اولینش درباره خرگوش همچون یک حیوان بسیار عالی جناب میگن که افتابوز به رنگ خرگوش نشین میگن لیکن ما امروز گفتنی هستیم که یک زن بیگاهی وقتی شوهرش آمده است همین خیلی نزدیک شوهرش بود داداش یک چی میگفتگی من شما به گپ زد اینجی می زمستان آمد هوا خنک شد پرنده های گرمی دست همشون دیگه دولت رو برفتن خرگوشک پوستینی ناو گرفت من بلبلکتون می خرگوشکتون میگفت است مردکم تو خیرسکی من بچه ها با نیوکر خانه شتن گرفت درباره خرگوش گپ زدید مقیم جان که یک الهام آمد همین یک تا کماندیر سالدات به نگاه کرده گفته است که من 1 ساعت خواب میکنم بالی استلام با بعد 1 ساعت با گوشت خرگوش شوربا تیار شود گفته است خواب رفته هم بعد 1 ساعت کماندیر خیزد شوربا با گوشت خرگوش نگاه کرده ایه 1 ساعت به همین گفتگی کارم کرده این خرگوش از کجا یافتی گفت آسان شد هفته متا برداشته بریم به برام خرگوش گشتگی بود است این پک کده انزم میاو گفتم بیام اسپیت نکرد خرگوش آدم اینجا آدم مونده خرگوش میچسید زن شوهر پگروز بیدار شده است خیلی بازی هایکو تو میکند فانتزی کار سه نامش بازیه پلی استیشن بچه چه گپ زدین تو نامش چیه زن شوهر هر دوش همین بازی کرده است
Hamin یک بار بازی میکنه هم تکرار شوهرش اون تکرار زنش اون تکرار باید داد شوهرش اکنون شرطش سی بازی تا گفت اگر همین روز سیچه که گفتم نه گفته جواب میدید یگان دیگه کلمه نیست همه گبه نه سونی ها خوب گفته سو دست دوشه ششته استاد مردک نولشتر مکرید بی گفت نه گفته سو خیلی تلویزیون تماشا میکنید بی گفت نه گفته است دقتش برامده همین ایسی به اسم چه خونه چکار کنم چه خیلی اکو گوشنه تلویزیون تماشا نکند اوقات نخورد چه خیلی روز میگذارد افتی ایستادگر هم تو در تق شده است زنش رفته هم تو درک شد آشنا شد خانه میشیدیم رفتیم چه خانه واش میکنیم گفت زنش انت نیا کرده از این دیگه میگفت انت نیا کرده چرانه گفته است درباره زن و شوهر گفتیم و یک دختر با سرودی یار خانه شوهرش برفته است ماشین های میکرد و دختر سونی بعد از یک 2 هفته 3 هفته زندگی پدرش به تلفن کرد دادو شما کجا من خانم دخترم تینجی میگفت یک اپراتور بود بالون ماشینم فوش شد اگه دخترم من که شوهر بده دیگه شوهر به تلفن کن گفت و یونی دستوپی تلفن کردم запаска тай мегӯяд ваёям недаступи зану шавҳар суҳбат карда истолияну зана гуфтааст ки дадоҷонаш гуфтааст дутта нави гарим ҳай якташ ганда якташ нағз кадомаша гӯм гуфт майлаш а гандаш сар кун чӣ гуфт ҳамин қадар сол ғундоштаги пулатона гум кардам дадош гуфтааст падарат бала чо кади ҳамин қадар сол ман вая به زور غنداشته گفتم خیلی نغزش گوچی گفت کمبغل باشیدم دوست میدارم گفتم همین سالی رفته استاده با یک چوربینی کلان باز خاطرمان شد این هم باشد فوتبال چمپیوناتی شما کدام کمانده بدید من فوتبال مرده که توی پاچکشکی میزند کو فرانسه ببرید فرانسه خلاص گپ یک بچه همون چیپته گرفتگی و استادیوم بیاد که نگاه کنه جاش قفان داد یک کرسی میشتگیش خدایم پیشانه باشد زنگ هم تو یکره موسیقی استوسی یونش خالی که رفتم اونجا بشته تماشاگر است بازی سر شده است تماشاگر است صاحبش نامساز کرسیه خدا با شکر منه کدام بلیت گرفتگی امروز نامدستی گفتم مرد که موسیقی جای زنی من گفته است شما وامی مخلص میگوید ما همون عقد نکاح بستیم که یگان تا بازی ما لکرگی نیگوید چون امروز نامدن که گفت زنم گذشت است این دلتون گنده نشود امک جون میشد حیات نمیشد همین خیلی وای هیو نمیشد دیگه بلیت گرفته بودتون با وقت اخیر نه اون تا اولاد می رفیقتون گرفته نامدید میگوید همش جنازه نفته است یعنی این به توچه اندازه باید مخلص باشه دوتاش رسو عرق خوردین خانه‌اش با آمده یک تا گوسپنده برداشته رفته خانه آشناش به کشته خورده پگروش که خسته سروی خورده بسکی حوله برامده بیند گوسپند جوشانده ایسا زنک دینا ما یک تا گوسپنده گروم رفته گفتم کنی گفته که شما سگ گروم سگ کنیست سگ جوش با آورده درباره فوتبال گفتیدو یک تا زنک ماشین اینمارکی حرکت استوا آمده است استوا اینه شوهرم داده فساندهانو یا بود میدیدید وایران بوده است کشاده بینید بوده است استوا گفت استوایم مایلش گفته تو کشاد کپوتنده یک تا کنورتنده پولو یک تا خط بوده است بینات 100 سوم پولو خط بنویسگی بوده است که همین 2 ساعت فوتبال میشد فوتبال دیدنم در که همین 2 ساعت کشاله کده استید همین ماشین زنم همونجا ایستاد فوتبال رو تماشا کده گیرم گفت اینا فهمیده سکی نامعلوم کرده وای زنک آمده گفته استا چقدر درست میشد گفت پریمیر نه 2 ساعت به درست میشد اگر نیچه شود با نیم ساعت دبابکه میکنیم دوستان من بسیار میخواهم که برنامه ما امروز برنامه شیر و شکر گردد من رنگ و رنگ البته لطیفه شده ایستاده است یک واقعه عجایب و باز در خطر اینها شاعری برنامه ما محکم باردین متن شعری آوردند که ما در هوای سرودی ایمو کبوتر میخونیم همون سرود ما خواندگی نبودیم خلاص درباره کاناچی گفتید نشون شیر شکر گویم شیر شکر گفتم سرود با مناسبت احیا شدنی همین برنامه گپ کی بارکالله بهترین شمار داره با همین خیلی همین گپا با بولو پرزنه گفتم به نیستگی هم تو
عزیزانمان از شادی سر به آسمان رسیدن با دیدن روی عزیزانمان از شادی سر به آسمان رسیدن مخلصان جان و دل و دیده مزه کنه دیده و خندیده مخلصان جان و دل و دیده مزه کنه دیده و خندیده همچو کبوتر زدیم بال و پر در سمای حجمی پسندیده همچو کبوتر زدیم بال و پر در سمای حجمی پسندیده برنامه گپ شده یا زیدم مهری شما در دل و هم دیده برنامه گپ شده یا زیدم مهری شما در دل و هم دیده گه ما لطیفه گویی کنیم قبول کنید شما نرنجیده گه ما لطیفه گویی کنیم قبول کنید شما نرنجیده یک سو گذارید غمی روزگار خنده کنید با طبی بالیده یک سو گذارید غمی روزگار خنده کنید با طبی بالیده همچو کبوتر زنیم بال و پر در سمای حجمی پسندیده همچو کبوتر زنیم بال و پر در سمای حجمی پسندیده برنامه گپ شده یا زینم مهر شما در دل و هم دیده برنامه گپ شده یا زینم مهر شما در دل و هم دیده قهوه خانه زیتون برای ما دیک شده درهای دل و دیده قهوه خانه زیتون برای ما دیک شده درهای دل و دیده از کانال آزیا ای مخلصان مزه کنید برنامه را دیده از کانال آزیا ای مخلصان مزه کنید برنامه را دیده همچو کبوتر زنیم بال و پر در سمای حجمی پسندیده همچو کبوتر زنیم بال و پر در سمای حجمی پسندیده برنامه گپ شده یا زینم مهر شما در دل و هم دیده برنامه گپ شده یا زینم مهر شما در دل و هم دیده یک خان زنید تشکری زیاد محکم جانی عزیز من باوری کامل دارم که در برنامه‌های آینده باز هم جالبتر می‌شود متن شعرها خب چطوری که گفتیم درباره عائله داری عائله گپ زدیم یک نفر مرد نزدی روانشناس پر اساس بسیار ماده شدگی انانه درآمدگی کمتر کارت وانشد یا فالبین یا روانشناس میری نزد روانشناس برود روانشناس گفت که بیگاهی دادرم همه پرابلمای دروازه بیرون کنه سانی آمده خانه به دم گیرید گفت چه خیال زنه که ما دروازه بیرون کنم دلیر انکدوت گفتی دو همین گفتی شما باین یک زن پیش شوهرش آمده سو گفته است که داداش یک تا من به آیفون 13 گرانتی گفته است داداش است که 13 این رقمی بدبخت گفته است زنش است که کدام رقم نشد خوشبخت بوده است گنگر اندروید گفته است زور اویله گفتیم اویله همین دو پیر اکو پیرمرد پیرزن بوده است اویلنده 60 سال همجا یک جای زندگی میکردیم سونی اومدسو پیشه کن و مسافت اومدسو کامپیر من اما آدم‌ها تو که 60 سالیسی زندگی میکنیم یک جایه ها همون به من 60 سالیسی ناز و یکی بروندم اکاس من توی ناز میدیدم بیا آشنا مانیم افت زنک مردک گفت که شما با من خدا داده که مردک کدام گناه هم بفته آزی شبکه‌های اجتماعی بنگر یک ویدیه چی گویم همه سلفی می چیغا میکنن استوریس و ها خلاص یک دختر شهری بود سو دیه برفته است خانی یک تقاش بمی عمش بمی رفته سونی همه جایی همون دیه بر نوار بگرفته من اینجا اما یک جا اون دست اون گاوای بسیار هم جست من اینجا چی می گاواشان شاخش نیگان شنده بود که نکنه نیست شاخ سونی همونجا یک مرد بس اما اینجا بیده بود
من به همین حیران چی من این گاوان شاخش نگفت یگان جای ویران نکند گفتم ما میبریم شاخش گفت با چی با گفت یگان گفت نزند گفت شاخش میبریم چه کی میبری تونکی گفت حرکتی میبریم جونش در نمیکنند من مینا گفت اگر انمینا انیق جونش در نمیکنند این گاو افتاست چه گفت این اسب بود Kutusunu şu an can kadar senin. Sana guftas ki man cinni budam ki tu vrestiyam gud ay madakam guftas ki manam tu boyn cinni budam ki tu giftiyam gud bacha guftas ki ve mi dutta cinni bok yolu şu man naqs xonam. Yakta odam hamiga pul bulovad dasti. Pul stanok ovada pul bulovad untu benat 8 somoni budas pular. Yemin 8 somoni bulovadim oldi ham gufta pisatchi jig'izda ina hamsoya bar maydakada tiydigu maydakada mete 8 somoni nes gufta hamsoya so'rab hamsoya dutta chori dodam. Abi pul گفتیمو یک روز یک تا مادر گفت است که رفت سو بانک گفت است که پکیتم تو موندگی منه صاف قازم صاف دیگه تمام حیاتمو کردیده میگیرم تمام من صاف گفت اگر ایا با اسید من شمرم که گوجای و میشونید و یک تا گوردام گفت حاضر همین مردمی ما بسیارتر سفر میکنن مثلا گیریم بسیاری عربستان میرد بعضی دبی میرد یک سری فرزندای بسیار با وفا بوده است پدر و مادرند پیر بودیم پدر و مادر هر دوشون رو دبی بفرستوندیم موسفیدم رفتگی سر کن تمامی بودگی اتراکسیون با هر دوشون شنونده است خلاص یک گاستینیسی کیم کدوم بالا با هر دوشون موندگی خلاص بچه‌ام اکو ما میبرویم یک اونجا گرم کن دادا یه دیگه چیزی نغزای هم باش ما شتناتون در کارت یه وقت سمالیات بودیم کوکروز نیباینون یکی اینها دیگه خیل سونی با هم نغزی شمی که لوچیکوی این دبی اهمی سامانه ایری خودم آپسکه با بولادگاه اونجا کار میرد تاجیک گفته است موسفید نوسا پافتگی سیکین رفتیم برای سمالیات ساسمون ویانده زیاد نیپالاسنده کامپیره یا بلوکر شنوندیم خودشون هم شدیم وای لوچیک اکو یک شوخی کنم گفته اما نمیترسی تو می بناگو بود نیمو نمیترسیم گفته بیاین دیگه ترسیده من دیگه سرچتم من به یک اساسی میکنم این شرط گفته است همین سامان ایران لوچیکشم گرفته و یا همین خیلی پیچ طلاق خیلی اومده شده است حقانی اما همین که من اینجا کلبیتی ملبیتی کردم نترسید میگه یا با ترسیدم و کامپیر غلطید که سمالیات پریده رفته واسه بودن یا بار هم تو چپه شده با راست شده هستی راست شود هم واهمه و فرامدگی مقربی هم میخواد شده واهمه استواردیسه فرامده گفته است که نه نه خواتیر نشوید تو و لوچیک ما گریب شده بودن بینیشان با دارو چکان در بعضی آدم سمالیات بشیند میترسد بعضی آدم نوشیده میشیند یک آدم شدگی هم سیدینی سمالیات هم میخواد غجیم کریسو دستی چی میخواد کراسید گفت من میترسم این بلندین رو بگید همین زمین هنده بسیار آدم وای میشد فافت میشد چیم بولو با من دینه بوجی من گفت چیزی شد که گفت سمالیات بولوش بقالد Vay, tak müsbet atoşkan avtobüs isteyenu. Nasıl farafta? Bahçam ha good. Ama bahçe var hafta indi bir dor kumun naftas. Aynen. Sani bahçe olmuş farafta aytaş bromda kucağında omda oldu. Benat müsbet hop. İyi hafta zino bahçe bir dor kumun fitidan. Moşuna azıcık zevk az bahçe var. Bahçe var hafta tabii hafta sansı o aykadı. Ama xezi bahçe omdum good. Alaka omdum mi? oyunu شد پف کردی های گوی کجان دکتر. همین روزنامه‌نگارا گفته که آدم‌ها هستند و بسیار کنجکاو هر جا با مثلا گیریم و هم می‌بینن یکون مثلا رسانه‌ای می‌کنن همین ولی کو یکتاش تصمیم گرفته است که بالی کوه برفته یک 10 مردکی صحبت کردن کار گفته اومدیان و مردکم شتگی السلام علیکم تماشاگران عزیز و ارجمند ما امروز با چوپان فلان چیف میبخشید امک جون شما یکم با سیگار میکشید میگید هر روز 4 پاچکگی می‌نشید میگید هر روز 2 شیشگی بازم وای هر روز نباشد امک جان چما این خیلی وای گفت چیزی امک جان گفتید ما سیدون گفته است همین حیات عجایب ده لیکن دوستا روزنامه‌نگار گفتیم ما امروز یک نفر کارمند شرکتی آزیا
سیمای آزیا همه ما این نفره با برنامه‌های سحر قطعی دیدگی نشون چهره مبارز جان خواهش میکنیم چون مبارز جان سال رفته ساده در چایخانه سیردریا یک بزم خیلی پرشکوه و جالب رو برگزار نمودن و من حاضر خواهش میکردم یک سرود رو برای بینندگان برنامه گپ تقدیم نمایم. پروا مکن عزیز من کین دل برای تو پروا مکن عزیز من کین دل برای تو گویان گرچه ناسزا تنها سزای تو گویان گرچه ناسزا تنها سزای تو در کوچه های تنگ تو را یاد می کنم هر جا که پای می نهی آوازی پای تو پروا مکن عزیز من این دل برای تو من با کمال عاقلی دیوانه تویم هوشیاری بود جنون من هر دو فدای تو هر کوتاهی که از منی شاویر گذشته است دلقای چشم ساده و حدی رسای تو پروا مکن عزیز من این دل برای تو فریاد من شنیدنی گل خنده های تو من زندم به عشق تو من شاعری تویم تا انتهای عمر دلی من فدای تو پروا مکن عزیز من این دل برای تو پروا مکن عزیز من این دل برای تو گمان میکنم که مبارز جان این یک مشغولیت دوست داشته شما است بر زمین که روزنامه‌نگاری بسیار موفق هستید من برای شما در ایجادتان اومد رو خواهانستم سلامت باشید و همچون مهمان ما شما رو در برنامه‌های آینده نیست شرکتتون بسیار می‌خواستیم همچنین بچه‌ها هر یک انسان باید که حیاتش یک مشغولیت دوست داشتهش باشد یکتاش انگلیسی و سرکر است آموختنه آشناش رفیقش دیده مونده چخیل انگلیسی یاد گرفتی میگه یس چند تا کلمه میدونی میگه تو همین دو تا کلمه میدونی خلاص میگه یس یکتاش امیر فیرمو کاربر رفتاست گفت که تاجیکی نقض میدونید میگه ها روسی نقض میدونید میدونم چند خیلی زبان میدونید غیر از حدین گفت سه خیلی زبان میدونم سیاه گفت ازبکی انگلیسی و فرانسوزی گفت انگلیسی و السلام علیکم چه میشد گفت گوتن تاگ گفت آی نیمسی گفت از دست چات میدونستم یک داملو آمریکا میرفت که یعنی اکنون اینجا پاسارگاد سفارتخانه ده زبان میسنجه که زبان میدونه
بعد سانی رفتند پرسید است که بعد شما زبان انگلیسی میدونید؟ یس گفتم. بعد چه میدونید؟ گفت فکر خش شمرده میتونید میگوید یس گفتم. شماره چی گفت؟ 1 2 3 4 5 نازم بیلا 6 گفتم. yakta korxonada muhosib darkor shudiyanu suhbat kada yakta kolba omdagi yo'ya qabul qilosiyanu yakku mashma guftiyam 5 karna 5 chang gut 25 gut nameshit shmo javob guftiyam ha duyumash darot chizish shud gut 25 guftam nameshit guft ha hozir gufti duyumash darot 5 karna 5 chang gut 26 gut chiqay 26 nameshit shmo ham guftam sayumash darot 24 gut nameshit guftam chormash sali bachi puxta tarbudas daromda همین سوال 5 karna 5 چند بود شما چند گویید همون رئیس گفتم قبول گفتی هم تو کوچه گادیدگا گویا هم ازبکی تاجیکی روسیه نال میدونستی که باینده حتی شبتاست که بیا اختادم اومدگی رحمان گاوزنان ترجمه کن ازبکی بودست من ازبکی نمیدونم بودست ازبکی میدونم بود هم میدونم بود سنجیده دیدم در پرتغال چطور کپات سامنی تنی یک چند میشد بر بودست دو چند میشد بر گفت حتی تاس که 7 چند میشد بر магазини این مغازه امید با که امید خیلی کوچنده آدم‌ها بعضی خنده میکنن یا دختر خنده کنه دیگه یک تا بچه پگاه خودش آفیسی من به بید گفت ها زنک بازی گفت من زنک بازی من استماتولوگ Kampiri 80 bromdagi doktor omda bacham pochkam dar mikuna to'y chapam. Ku seni sol aşağıs güzel eminda. Ha xola, tizeshmon bustas 80 bromdagi se xiyol tongit. Bacham inisham 80 bromdagi inash darkoz kishne kuptas. Mahmud Muzaffarjon. Ha, rahmat. Ami و به دکتر خانه کرد یک سوچی شدگی یک بچه اپراسیون رفتگی یک و به خورندگی دکتر آمدگی خواهد اپراسیون سر میکنیم گفت و بچه هم دکتر خود ناز میشد می همش زور اپراسیون ناز میگذارد میگه زور میشد همش ناز میشد باور کنید این 16م اپراسیونی که من که دوستم اقلا همینش زورش نش در کار افتاد کوچه با من میرسوی خونوکی به نگاه کنید که کمتر ماشینا کمتر شدند دیگه چون زمین و لغزونک شد کو الهی یگان نفر شافیرای ما یگان نفرشون شکست ریخت نشود از دیگه ماشینشون شمال گذاشته ایستاد و صحت رفتن سلامت بیان یک تا واقعه عربی خرین رفت ساده سو حاضرانگی دولانوی میدونتون کو چیکار بار کتیان و شواس کردی برات کو یک طرفش کمک رسیده است عربی خرین با چنگ تو وام خشت دولان رفتگی بعدی چنگ شدن عربا چاپای سوسو خار جون خانسو شافیر بولی درختانه دی اما خرار راسوی باش دورترنده کارمندی بدیا بود است در وامده خرازاب کشات از اون نکشافت تپون شکته پارونده سود نزدیک آدم رفته شما چه خلاک گفت من به خدا دوب درست خودی صدمه شده که باید من هم تو میوه چینی ببرم با همین رسیدیم به فرجامی برنامه امروزه به همه شما من مینداری خش بیان میسازم باوری کامل دارم که در برنامه آینده باز شماره شرکت کنندگان خیلی زیاد میشود سلامت باشید خودتون احتیاط کنید در لبانتون بگذار همیشه خنده باشید خیر عزیزم استانی جان